موضوع دوم که راجب فلسطین یا راجب هر سرزمین اسلامی است که اشغال شده باشه. وقتی که شما در مقابل دشمنی که کشورتون رو اشغال کرده بنا به اصطلاح امروز، یا در مقابل کافر حربی هستید بنا به مصطلحات دیروز، اهل علم، اهل فقه از مذاهب اربعه بخصوص و غیر اربعه که بعضی از اقوالشون رو خدمتتون نقل کردم، میفرمایند که اگر دشمن وارد سرزمین مسلمانان شد بدون هیچ شکی بر هر مسلمانی فرضه که نزدیکتر به نزدیکتر، اقرب فالاقرب، از اونجا دفاع کنند، برای که سرزمین مسلمانان یک چیزه، این مرزها هیچ ارزشی ندارن در دفاع. یک واقعیته، بله یک واقعیته، لیکن کجا واقعیت شده حلال یا حرام؟ سرزمین اسلام به منزله یک شهره و در وقتی که سرزمینی اشغال شد نفیر عام واجب بر همه. وقتی که اعلان عمومی بر آزادی اون کشور شد، فرزند نیازی نداره که از پدرش اجازه بگیره و وامدار اجازه نداره که لزومی نداره که از وام دهندش اجازه بگیره. ولذا دفاع از سرزمین فلسطین، طرد اشغالگر صهیونیسم بنا به اقوال همه فقها، اولا واجب بر همه اهل فلسطین، هر کسی به اندازه طاقت خودش، هر کسی به اندازه توانایی خودش، واجب بر احزاب فلسطینی، واجب بر همه اهل فلسطین و هیچ کسی از اونها اجازه تخلف نداره. برای چنین دفاعی از کشور جنگ اضطراریه برای طرد اشغالگران از سرزمین خود. این دفاع از دینه و نفسه و دفاع از حرمت مسلمانانه. به اجماع مسلمانان این یک واجبه. اون موقع اینها رو تروریست نامیدن، اینها رو نوکر ایران نامیدن، دین فروشی است اگرچه در عبای دین باشه. اینها رو مالخور نامیدن، دین فروشی است، بازیگری است، نوکری صهیونیسمه. کسی که نتونه از سرزمین دفاع کنه، قدرت دفاع رو نداره، براش واجب که از مال خودش به اهل فلسطین کمک کنه. برای که خداوند میفرماد که انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سبک و سنگین، هرچی دارید بسیج بشید و با اموالتون و با نفستون در راه خدا جهاد کنید. این سخن خداونده، نه که فلسطین رو نصف کنی، نصفش این بدی، نصفش اون بدی. کسانی که حاضر نیستن در شهر خود دیگران رو تحمل کنن، نمیگم که مسجد خودشون تقسیم کنن، اون موقع حق دارن که فلسطین رو تقسیم کنن برای دیگران. پناه بر خدا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این براتون بهتره اگه شما میدونید. ولذا کسانی که میتونن در راه خدا باید کمک کنن فلسطینی ها رو. همچنان که در وقتی که کشوری اشغال شد مثل فلسطین، بر زنان هم واجبه که در مالشون جهاد مالی داشته باشن، نه فقط بر مردان. و حتی فقها میگن که در اموال کودکان صغاری که شما ولی امرشون شدید واجبه، همچنان که در نفقه ها، در زکات میشه در این راه کمک کرد. برکه طرد اشغالگر مقدم از وفاء بدینه، مقدم از هر انفاق دیگری است. و اگر مال کفایت نکرد به قول اهل فقه بر اطعام گرسنگان و دفاع از سرزمین مقدمه بر اطعام گرسنگان. و حتی فقها میگن که اگر گرسنگان مثل کسانی که در مثلا دشمن اونها
جلو خود گرفته تا کشته بشن و اینا شهیدن، لیکن در جنگ دیگه راه دیگری نیست. گرسنگان اینجا همچی حکمی دارن. خب اگر فرزندان فلسطین اشغال شده از طرد این دشمن خونی، این دشمن غاصب عاجز شدن، اون موقع بر غیر ابناء فلسطین، بر غیر اهل فلسطین واجبه که اینها رو طرد کنن. ولذا بر همه مسلمانان، کسی که در طرد صهیونیست‌ها سرزمین‌های اشغالی تنبلی کنه یا بترسه، پیش خدا و رسولش گناهکاره و مرتکب گناهان بزرگی شده. چطور اینکه اینها رو دزد بنامه، بیاد دین فروشی کنه به خاطر رضای مزدوران اسرائیل، بیاد اینها رو نوکر ایران بنامه، مشتی مالخور بنامه، مشتی دزد بنامه، مشتی تروریست بنامه، کسانی رو که در راه آزادی بیت المقدس جان و مال و همه دنیای خود را گذاشتن. امام ابن حجر هیثمی رحمه الله شافعیه، در کتاب خودش میگه که از گناهان کبیره یکیش ترک جهاد در وقتی است که کافران حربی سرزمین اسلام اشغال کردند، مثل الان که اسرائیل فلسطین اشغال کردند، کشمیر اشغال کردند و خصل هذا. همچنان که نصوص شرعی به قول ایشان و بقیه فقهای اهل اسلام دلالت بر این میکنه کسی که در روی با دشمن فرار کنه، همچون که صریح قرآنه: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای مؤمنان، وقتی که با کافران روبرو شدید به اونها پشت نکنید، یعنی فرار نکنید از جبهه، نه اینکه بلندگوهاتون رو در اختیار دشمنان اسلام قرار بدید. و سنت مطهره نبوی صلی الله علیه وسلم هم بیان میکنه که فرار در روز جنگ از کبائره. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماد که اجتنبوا سبع الموبقات، از 7 چیز بزرگ، از 7 گناه کبیره دوری کنید. از جمله یکی از اینها تولی یوم الزحف، فرار در روز رو در رویی است. و اگر دشمن بر سرزمین مسلمانان حمله کرد، بر همه واجبه که دفعش کنند، دفاع کنند از سرزمین خودشون، و این قانون بشری هم هستش. و قتال دشمن، طرد دشمن اشغالگر بر مرد و زن و صغیر و کبیر واجبه. و فرار در چنین وضعی است که گناهان کبیره. گروهی از مسلمانان مثل کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه و مرارة بن الربیع و هلال بن امیه رضی الله تعالی عنهم تنبلی کردند در چنین شرایطی. تازه از غزوه تبوک هم نه در هجوم بر مدینه تخلف کردند، بعد از که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از همه خواسته بود. به خاطر دنیا نه شکی داشتند، نه مسلمانان رو تروریست مینامیدند، نه مسلمانان نوکر روم ایران مینامیدند، نه مسلمانان نوکر مزدور و مالخور و فلانخور نمیدونم ایران مینامیدند، مثل امروز که بعضی از دعوتگران مزدور این کار رو انجام میدن، بعضی از منافقان امروز این کار رو انجام میدن. قرآن دربارشون چه میفرماید؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بر اون 3 نفری که تخلف کردن بدون هیچ شکی، بدون هیچ اتهامی مسلمانان، فقط تنبلی کردن تا اینکه زمین برشون تنگ شد با وسعتی که داشت و حتی نفسهاشون برشون تنگ شد و فهمیدند که هیچ ملجأ و پناهگاهی جز خدا نیست. دوباره خداوند به سوشون، وقتی که بازگشتند خداوند به سوشون بازگشت. خداوند تواب و رحیمه. ای کسانی که مسلمانان را تروریست مینامید، مجاهدان مسجد
آزادی مسجد الاقصی را مزدور ایران مینامید، همچنان که علنا بهشون اهانت کرده اید، اونها را مزدور نامیدید. تا زمانی که علنا توبه نکنید این حکم شامل شما هم هست. از خدا بترسید. نصیحت مخفی که گوش نمی کنید، نصیحت علنی هم که گوش نمی کنید، روز قیامتی هست. این در حالتی است که انسان فقط تنبلی کرده باشه، فقط تکاسل کرده باشید، فقط ترسیده باشه. چطور که بر مجاهدان راه خدا اتهامهای مختلفی بزنید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.